و گروه‌هایی که مخالف عقیده اهل سنت و الجماعت هستند در مورد کلام الله سبحانه و تعالی، در مورد صفت کلام الله سبحانه و تعالی دو گروه از اینها است. یکم جهمی ها که اهل سنت را مخالفت نمودند. جهمی ها گفتند کلام از صفات الله نیست، انکار کردند. از انکار کنندگان معطله ها، بلکه گفتند که کلام الله آفریده شده است، یا در هوا یا در مکان آفریده می شود و نسبت دادن کلام الله به الله مانند نسبت دادن ناقه الله یا خانه الله است گفتند این جهمی ها. اما رد به آنها، این نظریه‌ای که آنها گفتند اولا دلیلی ندارند، دوم برخلاف اجماع سلف است. این عقیده از نگاه عقل حتی قابل قبول نیست، چون الله سبحانه و تعالی آیه‌های روشن واضح و احادیث بیان است. زیرا کلام الله صفت متکلم سخنگو از اوست، از او جدا نمی شود، در حالی که موسی علیه السلام کلام الله را شنید که می فرماید اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، واقعا من الله هستم و معبود جز من نیست، پس من را عبادت کنید. پس محال است، ناممکن است که کسی غیر الله این سخن را بگوید. دوم اشعری ها گفتند کلام الله معنای است، یک معنای است که در ذات الله قرار دارد و به اراده الله وابسته نیست و این حرفها و آوازهای شنیده شده یا که شنوا شونده تنها علامت‌های معنای داخلی میباشد. تحریف کردن و رد به آنها این اولا مخالفی کتاب الله و سنت پیامبر و اجماع سلف است و دلیل‌های شرعی نشان می‌دهد کلام الله حقیقی است، شنیده می‌شود. پس این نظریه برخلاف آن چیزی که معلوم است پیش بینی شده است، برای همین مخالف است.